سلام، خوش اومدیم به این ویدیو. امروز آنباکس پوکو X7 پرو رو داریم که من تازه گرفتمش. گوشی قبلی من X3 پرو بود، تازه اینو خریدم به قیمت 44 تومن. این از خود گوشی، رنگ مشکی، کیفیت ساخت خوب، بسته‌بندی عالی. یعنی شیائومی خیلی واسه گیمینگ خوبه. این هم از قابش. دفترچه‌هاش کاری نداریم باشون. یه شارژر 90 واتی با سیمش. بنازم شیائومی، دمت گرم. بچه‌ها من با فن پلی میدم، سعی کنید فن بزنین همیشه. اینم برند ممو، خیلی خوبه. بازی رو 90 فریم اجرا میکنه تو بتل، تو مولتی 120، زامبی هم 90 فریم. من یه ساعتی پلی دادم باش، البته با فن. هیچ افت FPS نداشت، بازی کاملا نرم و روون، عالیه. دوستانی که میخوان تو رنج قیمتی 40-50 تومن گوشی گیمینگ بخرن، این یکی از بهترین گوشی‌های گیمینگ شیائومیه. اینم گوشی قبلی من X3 پرو، مقایسه‌هاشون رو با هم میذارم. دمتون گرم، خدا نگهدار.